السلام عليكم وطني عزيز. موضوعي میگه غریبی کویش سخت است ای برادر، غریبان کدور میازار. لیکن مرا در غریبی فقط مسلمان خمون آزار دادگیان و آزار میتیان و میگه که دوست آن باشد که گیره دستی دوست در پریشانی های در حال ماندگی. مثال که در غریبی هیچ کسی اون مسلمان بخصوص همین تاجیک خون مرا یگان یاردم کدگی نیستن، دست میگیرتگی هم نیستن در یگان جا. برعکس مثل که این در کامنتاری می نویسن کو ای برادر کن نماز بخون برای سوسو کن نمیخوای فقط عیب جویی نصیحت کنی سر میکنه که من انسانی هستم که با من نصیحت یگان کس در کار نیسته. مثلا از کودکیم مرا پدر مادر نصیحت کردگی نیستن. از کودکی من خودم میدونستم که چگونه و در کجا رفتار کردن در کاره. برای مرا رنجوندگی میستن چه در کامنتاری چه بیرون از کامنتاری در کجا که نباشم میگیم که من از بیگانگان هرگز ننوام هرچی با من کار خیش کرد. شاید شما بگین که ختم چی هستین گناهگار هستین. نه، برای که من حقگو هستم، برای که من آدمو بد میبینم. حقگورش که هیچ نقض نمیبینن. در عربی مثل است که سخنی حق تلخ است اما تو او رو بشنو. بله، برای حقگورش هیچ کس نقض نمیبینه. درباره غریبی گفتم میگم در غریبی من 8 سال شده غریبیم. یگان نفری مسلمان مرا یاردم کردگی نیست و یاردم نمیکند. برعکس میجویند که در کجا کمبودی من هسته، برای چی من جای کار ندارم، برای چی من شهروندی روسیه نیستم، برای چی من شوهر ندارم، برای چی من از تاجیکستان برآمدم، برای چی من از تاجیکستان میرم میبینم. من به شما گفتم که وزارت معارف قانون برای کودکان تغییر داد که کودک 6 سالگی 7 سال مکتب میره. برای ما اومدم روسیه و با این مقصد و مقصد دیگرم که من میخواستم که معلومات طبی بگیرم. برای این دو مقصد اومدگی کار ادامه چیه که ما گجو میریم گجو نمیکنیم و برمیگردیم تاجیکستان ان شاء الله کار حالیت از زندگی تاجیکستان میکنیم. لیکن میکن از 21 بجای که معلومات گیرن یک جا داخل شون خونن هیچ نه در خانش تگون زبان آموزن فقط میجوین چیزایی که با اونا دخل نداره اما وقت خودشون درد سر میکنن. گفتی رحمتی مادر میگه که کسبشون آدمای یعنی عیب جو مثلا چی میگن کمبودی آدم رو میگفتگی با مردهای که می فقط زنخور هرچی میگن کو مثل خاراکتری زنانی دارن. مادر رحمتی میگه که چیزی مردکشون بریده پرتیانه لباسای زنکیشون در برای زنکو سرتیانش خیلی مردکان در اصل ما بسیار شدگیان مردکایی که چی میگن تاجیکی زنک صفت متاسفانه بله بسیار همین کامنتاری من نمی‌نویسم من زبدکی میکنم من دیگه نمیخونم زبدکی میگم جواب نمیدم فقط همین گفتنیم به شما که جوانان محترم با جای شتا عیب‌جویی کردن یک زندگیتون پیش برین و زندگی چی میگن علمیتون کوشش کنین که علمیتون پیش برین. بله، کاری سیاه کردن بس کنین. کلمه‌های چی میگن دشنامی را به خودتون روان نبینین. دشنامه‌ای که میتین که مورا در اینجا هر چی میگن شما میدونین چی میگن مورا برای میره به خودتون روان نبینین. کوشش کنین که احترام خودتون رو به دست بیارین. انسانی که خودش رو احترام نکنه هیچ کس رو احترام نمیکنه. انسانی که خودش رو دوست ندارد هیچ کس رو دوست نمیدارد. و خودتون رو دوست داره و خودتون احترام کنین. باید که نگذارید کسی به شما گپی گوید که به عصب شما رسد. گپایی که میگن باید که نادیده گیرین یا اهمیت ندین. این من خدمت نظر دارم که شما باید که معلومات گیرین که مثلا که احترام زیاد شود. شما من معلومات دارم که جایی که میرم در شهر خمانم در تویستانم معلمه گفته مرا احترام میکنن. این معلمه گفتن هر کس در مثال چی نیست که معلمه آمدید می معلمه چی شما من نمیگن که بورس آمدید یا که پول شراکم چی میگن کاسا طبق شراک آمدین. معلمه دستشون با پیش برمیگه السلام علیکم معلمه چی شما نظم شما در شهری که هستم در جایی که نباشم مرا معلمه گفته احترام میکنن. برای اینکه من احترام کرده خودم رو تعلیم گرفتم و دارم معلوماتی که ما رو در همه جا معلم احترام کنین حتی احترام میکنن. حتی ببینید در کامنتاری می‌نویسن که معلم جان شما رو در دوشنبه 3 ماه درس دیگه معلم جان من شاگرد شما هستم. دیدید این کامنتاری میخونه این کامنتاری شما در نمیرسه. البته که نمیرسه برای که این کس به شما نیست. آدمایی که گپای قبیح می‌نویسید عالی جناب آفرین به شما برای سخن‌های قبیحتون. دیگه چیز نمیگم من به شما. من حیران نمیشم برای اینکه این گونه انسان‌ها در زمان پیغمبر مسلم بودن در زمان ما هم هست پیش ما هم بودن این هستن و خواهند بود. خیلی آدم‌ها همیشه بودن. من حیران نمیشم. من برعکس خرسن میشم که
O'zi men darrov o'ziga qilib soldik.